بله سلام علیکم. و علیکم سلام. سازای خدا نکنه. سلامت باشین. تشکر. بفرمایید. خب یک چند مسئله با شما صحبت کرده هستم. خب همین نوارهایی که شما میمونید، همین سخنهایی که شما کرده سین، همین برای چی همین سخنها رو میکنید؟ برای چی که در تاجیکستان با قرقیزستان جنگ بود شما جبر آمدین ای پشتی قرقیزا خوشتین که قرقیزا بیترن قرقیزا بیترین تاجیکستان که کنه میتونه مردمی که تاجیک برای محافظت وطن جمع شد شما میگین که این کار مردم نیست، مردم باید جمع نشود. درست است. در کدام اساس مردم جمع نشود؟ درست است. در کدام اساس باید مردم جمع شود؟ یگام قانون برای من بیار که وقتی که از طرف پرزیدنت حالتهای فوق‌العاده اعلان کردن نمی شود، یعنی حالت فوق‌العاده کدام وقت کار از حد میگذرد، کار از حد قرمزی میگذره، حالت فوق‌العاده اعلان کرده می شود و در او حالت اگر رفت و نظامی نمیرسه، اگر رفت و گنرال های شکمدم ما رفتند اونجا کشته شدن، اگر رفت و مشکلات های مرزی زیاد شد، تیر و توپ زیاد شد، بعد جامعه شهروندی اون هم باشد زپسنای افیسر کسایی که صبر کن، یه دقیقه صبر کن برادر، کسانی که قبلا افیسر بودن، کار کرده بودن یا که خدمت حربی کرده بودن، دومین درجه آنها باید دعوت کرده شوند. هیچ وجه به هیچ وجه نباید یک معلم مکتب، نباید یک ورزشگر، نباید یک پادوان، نباید یک دکتر، نباید این چیزا باشه، چون زینه به زینه باشه. ولی کار از حد نگذشت، حالتهای فوق‌العاده اعلان کرده نشد. راهبری خب نظامی های کشور که رحمانوف است حالت فوق‌العاده اعلان نکرد، پس چگونه مردم باید بره؟ چرا مردم از این توپ و تیشان روان میکنه؟ ما برعکس برآمدیم، برای حکومت دولتداری آموختیم که حکومت رحمانوف طبق قانونگذاری و طبق اون دستور عملی که شما دارین این جنایت است. شما غیر قانونی کار کردین. حالی ما کار به اندازه نرسیده است، برای که یگان گنرال های شما خطی پالکونیک و مایور و میلیساتون در مرز نآمدن بجنگن. حالی تمام اون افیسرایی که دارین زپسنای و اماس و دیگر گروه ها نآمدن جنگیدنی. چرا مردمی عادی را روان کردین؟ این چی معنی دارد؟ مردمی عادی را هیچ کس روان نکرده است. مردمی عادی برای حفظ وطن خیست. آخه حکومت باید سری راهی را بگیره در این حالت. ای بچه خوبه جوان، چند سال داری؟ 35 سال. در 35 در آمدی. خیلی جای افسوس است که حالا شما نمیدونید که مسئولیت حکومت چی است. یکی از مسئولیت حکومت همین است که اگر در حالتی که یک جوان عادی خاص اگر حکومت پس آنها رو روان نکرده، پس سلاح از کجا گرفتن آنها؟ سلاح که در منطقه‌ای که آسیب پذیر است، نه مردم در کلاب در دست سلاح داشت، گفت ما میریم مرز، او سلاح را از منطقه کلاب از کجا گرفتن؟ مردم برای یک پارچگی وطن سلاح از کجا گرفتن؟ همین سوالی مرا جواب ده. همین سلاح از کجا پیدا شده است مردم؟ سلاح مردم دادن. کی داد؟ سلاح مردم ده برای کی داد؟ وطن دادن. کی داد؟ کی داد؟ سلاح را کی داد؟ حکومت داد؟ مردم نمیره دست. نه حکومت سلاح را داد یا کی نه؟ یا کی نمیره که همین حکومت سلاح داد یا کی نه؟ همین را جواب ده. مردم برای حفظ وطن. مردم برای حفظ وطن رفتن، درست. سلاح را برای او کی داد؟ او کی میته دیگه؟ این خود یک آدم بسان میگه. حکومت داد، درست؟ حکومت درست؟ حکومت کشور درست؟ همین را ها بگو یه بار. تو یه بار همین را بگو. بله حکومت کشور بگو. برای چی من همین گپ بگو؟ آخه نه گفتی که مردم حکومت روان نکرد، مردم خودش رفتن، پس سلاح را از کجا گرفت اگر مردم خودش رفت؟ او گپی بالات خطی این گپ درست نگرفته است. خودت گفتی که حکومت هیچ تبلیغی نکرد، مردم روان نکرد، پس سلاح را از کجا گرفت؟ او سلاح او مردم میگرفت که زپسنای گفته سی کو افیسرای زپس حالا مو افیسرا بودن. در 35 بود روی تو حال ندانی که در دنیا چی گپ از من چی بحث کنم.
تو میدانی در دنیا چی من میدونم تا زمانی که حالتهای فوق‌العاده در کشور اعلام کرده می شود هیچ وقت حکومت نباید برای مردم عادی اگر او افیسر زپس هم فرقی نداره تا زمانی که کسایی که رسمی در دولت کار میکنن در همون مسائل دفاع وطن امنیت خب وزارت داخلی گواردی ملی خب دیگر نهادهایی که کار میکنن تا زمانی که آنها قوهشون میرسه افیسر زپس دعوت کردن نمیشود. این از ساخت دولت داری، این از نظام سالم. شما میگی مردمی که افیسر زپس بود آنها رفتن درست نمیگیره. این به ساخت دولت داری درست نگرفته است، با قانونگذاری کشور درست نمیگیره. پس قانون تجاوز کردن در اون حالت. گوش کن حاضر نخود بچه یا چند در اومدی خودت؟ من در اومدم 28. اینا 28 در اومدی او یک بار همین سخنایی میکنی همین گپایی میزنی همین من حیران همین شما در من حیران برای چی در تاجیکستان یک گپ میشوه یک کنتی دیگه صورت میگیره روان میکنه همون رو میگیره نمایش میکنه ویدیو میکنه برنامه میذاره دیگر میکنه. خب این یکی از نوارهایی که من همین روز گذاشتم سلطانزاده دیرکتوری اگنتی اویاسیای تاجیکستان او برآمده است در بین مردم تبلیغی رحمانوف داره. همون را برای مردم من اصلی واقعه را نبگم نرسانم که مردم عزیز وظیفه این تبلیغ رحمانوف نیست، تبلیغ استقلالیت نیست، تبلیغ سال نو نیست، تبلیغ نوروز نیست، تبلیغ چنکتک هم چمپیون بودن و چی نیست. وظیفه این بیرون شوه فقط قضیه را برای مردم برسانه و از مردم عذرخواهی بکنه. به خاطر چهار شد مردم سرسال است ولی عذرخواهی از مردم کرد که ملت عزیز مردمی عزیز تاجیکستان ما شما رو درک میکنیم، شما از بدخشان آمدین، از زرافشان آمدین، از کافریان آمدین، از تمام این مناطق کشور آمدین اما بعضی از مشکلات هایی از ما از همه شما معذرت میخوایم که امروز خط پرواز نمیشوه. کسانی که از منطقه های دوردست آمدین حکومت مسئولیت داره. ما همچون یک مسئول برای شما یک جای خوب درست میکنین، یک غذای گرم درست میکنین، برین در اون جای استراحت کنین و ما مسئله را با همه کمپانیایی که هستن مسئله را میبینیم تاریخش انیق میکنیم شما را دعوت میکنیم. چرا این کار را نکردو؟ شما از سیاست رحمانوف روزین رحمانوف با پیش این چی معنی داره؟ گوش کن یک سمالیات یک جو با یک دولت دیگر رفتن که چند کار چیز یگام کار نداره قبل از اونه که بلیت برای چیپتر برای مردم میفروشن الکی این مسئله باید دیده شوه. میفهمی؟ میفهمم. پس برای چی 4 روز مردم در خیابان موند؟ بس سخن من گفت زنم بعد گفت همین بلاروسیا تا هم که حالت شد بلاروسیا یکم طرف رفتن نمیتونه او قدر مردم بلیت ندارن. خب یا که فدراسیون روسیه را میگیریم خب عملیات هایی که ای اروپا اومدن через بلاروس воздушный пространство بلاروس را نگذاشته اونا را قبول نکرد. برای چی؟ برای که رنگ رحمانوف باید دیکتاتور دیگه در بلاروسی هست، در روسیه هست، در قزاقستان هست، در دیگه جا هست. چرا دیگه کشور نیافتی بگوی؟ تو رنگ سگ‌های کوچک خاموش کن که رقم خیر همه خبیث سوادیته خاموشش کن. عقل نداری 35 در اومده است فهمیش دیدگاهت ولی ساعتها دور است نمیدونی اصلا عادتاً که یک نهاد برای چی ساخته میشه. تو بلاروس راوری یک دیکتاتور یا احمق دیگه یک دیکتاتوری که دنیا در قائل است قانون براور است که هر کسی که اعتراض میگه در مقابلش تیر پرونده شوه. این کمی قومی تو از همین نفر دفاع میکنی؟ از کدام کشور تو مثال آورده استی؟ یک کشوری که رحمانوف خط اکاو دودر است لیلی و مجنون است هر روش یک دیگه کشور نیفتی زورتون میبینید اشنو میکنین عقلتون نمیگیره ولی به جا رسیدن